سال نهم پس از هجرت بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع که یگانه حج فرضی نموده با یارانش بود، رو به اصحابش نموده وعظ می گفت و این آیت مبارک هم نازل شد: امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمتهای خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. ابوبکر صدیق خدا از او راضی باد چون این آیت به گوشش رسید به گریه آمد و با او گفتند: چه چیزی تو را به گریه آورد ای ابوبکر؟ این آیت هم همانند آیت‌های دیگری است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می شوند. ابوبکر خدا از او راضی باد گفت: این خبری فرارسی مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه برگشت و 9 روز قبل از وفات بود که آخرین آیت از قرآن نازل شد: از آن روز که به سوی خدا باز می گردید بیمناک باشید. هر کس را پاداش عملش به پرگی داده می شود و ستم نمی بیند. پس از نزول این آیت مبارک بود که اثر رنجوری و دردمندی در چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم هویدا گردید و گفت: میخواهم به زیارت شهیدان احد بروم. صلی الله علیه و سلم به سوی آرامگاه شهید گشتگان غزوه احد رفت و بالای قبرهای یاران شهیدش ایستاد و گفت: سلام بر شما ای شهیدان احد، شما از ما سبقت کرده اید و ما هم با خواست خدا به شما می پیوندیم و من هم به نزد شما می آیم. و چون او صلی الله علیه و سلم از نزد شهیدان احد باز می گشت، از چشمانش اشک جاری گشته به گریه آمد. یارانش گفتند: یا رسول الله، چه چیزی شما را به گریه آورد؟ گفتند: پزمان برادرانم شدم. گفتند: آیا ما برادران تو نیستیم یا رسول الله؟ گفت: نه، شما صحابگان و یاران من هستید، اما برادرانم قومی هستند که پس از من می آیند و به من ایمان می آورند در حالی که مرا ندیدند. پس از گذشت 6 روزی از رنجوریش باز بیماری و دردمندیش بیشتر گردید که آن زمان در خانه همسرش میمونه خدا از او راضی باد بود و گفت: همسرانم را به نزدم بخوانید. همسران گرامیش همه گرد او صلی الله علیه و سلم جمع آمدند و از آنها خواست تا اگر ملال نباشد روزهای بیماریش در حجره همسر خردیش عایشه خدا از او راضی باد باشد. همسران همه گفتند: یا رسول الله، ما همه خواست تو را میپذیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست تا از جایش برخیزد اما نتوانست. علی ابن ابو طالب و فضل ابن عباس خدا از هر دوی اینها راضی باد آمدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از حجره همسرش میمونه خدا از او راضی باد به حجره عایشه خدا از او راضی باد بردند و صحابگان بار اول رسول الله صلی الله علیه و سلم را در چنین حالت می دیدند. همگان در مسجد جمع آمدند، یکی از دیگری به تعجب و با آواز پست می پرسیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی شده است؟ عرق از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری بود. عایشه خدا از او راضی باد می گوید: در زندگیم کسی را ندیده بودم که با چنین شکل عرق از تنش روان باشد. من دست رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته و با دست خودش رخسارش را می مالیدم، زیرا دست رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست من خوبتر و پربرکت تر است. و او صلی الله علیه و سلم می گفت:
لا اله الا الله. مرگ دارای سقرات است. چون سخنان مهربانانه اصحاب در مسجد زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: چی خبر است؟ گفتند: یا رسول الله، برای تو در هراسند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: مرا به نزد آنان برید. و خواست خودش از جایش برخسته به نزد آنان رود، اما دیدند که نمیتواند، سپس او را برداشته به مسجد آوردند. چون او را به منبر برداشتند، آخرین خطبه و آخرین سخنان خود را به یاران ابراز داشته فرمود: ای مردم، چنانی که من میبینم شما از جان من در خراسید. صحابگان گفتند: بله، همین گونه است یا رسول الله. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای مردم، وعدگاه ما و شما در این دنیا نیست، بلکه در نزد حوض، یعنی حوض کوثر است. سوگند به خدا، گویا چنان است که من از جایم حوض را میبینم. ای مردم، سوگند به خدا، من از آمدن فقر بر بالای شما ترس ندارم، اما آنچه که از آن ترس دارم دنیاداری است که شما برای دریافت آن مسابقه میکنید و همانند آنها که هلاک شدند هلاک میشوید. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار به تکرار می گفت: شما را به خدا قسم می دهم که نماز را هرگز ترک ننمایید. و فرمود: ای مردم، درباره زنها از خدا بترسید، درباره زنها به شما توصیه نیک می فرمایم. این چنین فرمود: ای مردم، خدا بنده ای را از بندگان میان دنیا و آنچه که نزد اوست مخیر گذاشت و بنده آنچه را که نزد خداست برتر شمرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از آن که از منبر پایان شود، دعای برای مسلمانان نموده فرمود: خدا شما را در پناهش بدارد، خدا شما را نگه دارد، خدا شما را پیروز دارد، خدا شما را پایدار دارد، خدا شما را یاری دهد. و در پایان سخنش فرمود: ای مردم، هر کسی از امتم را که تا روز قیامت از من پیروی می کند، سلام و درود مرا بر او برسانید. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خانه‌اش بردند و چون از خواندن نماز هم ناتوان گردید فرمود: به ابوبکر بگویید با مردم نماز بگزارد. عایشه